استاد جان ما همچون یک مسلمان میانه یعنی این 5 وقت نماز الحمدلله میخونیم و در علم اسلام خیلی چقدر نمیدریم کتاب و دیگه کارو نمیکنیم نمیخونیم. یک مثال در این بین ما میبروه برادرایی که حرکت میکنه که همه اسلام با یگان چی بخونن بفهمن، یعنی بعد میفهمیم که درس عقیده درس توحید مقصد مهمتر بوده و حاضر ما مثال حرکت میکنیم که درس توحید درس عقیده مون مثال طوری کنیم بخونیم. در همین بین برادرای میبروین که مثال وایمون میکنن میگن که شما قدم های کلون نزنین، اول شما نماز و ایتورات این چیزا سر کنین، مقصد با استاد با عقیده و با توحید مثال با بالا را برین. مقصد سوال من در این بود که کدامش مهمتره که همچون ما مسلمان هایی که از گفتم مسلمان هایی که مثلا همین نماز میخونیم دیگه کارو نمیکنیم، نه که در دلمون میدره همه چی که مثلا اسلام بفهمیم خوبتر بدونیم، برای ما کدامش مهمتره که از چی سر کنیم که مقصد اسلام هم مثال خوبتر بفهمیم، از عقیده از توحید یا اینکه از باب نماز از باب تورات؟ بله برادرای عزیز، مسئله عقیده مهم است. اول عقیده بعد دیگر عمل ها. 13 سال در مکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط عقیده نازل میشد و به قول سال 12 به قول سال 10 نماز فرض شد، اما روزه زکات اینا همش در مدینه فرض شد. یعنی 13 سال آیات های مدینه مکی گریم همش عقیده بود. برای همین ما برای آدم های مسلمان های عامی، اونایی که طالب علم نیستن، طالب علم هم اگر خانه ضرر نمیبیند، یک کتاب نوشتگی هم هستیم نامش اصول اعتقاد، کتاب مختصر من در تلگرام کانال ما هست، گیریتون خونتون زن و فرزنداتون خونه همین قدر عقل عقیده که الله تعالی واخورید الله تعالی از شما راضی میشد. این چون این شرح عقیده واسطی در 27 درس 27 ساعت است در بیان تیوی. عقیده تهاوی 5 کسیت هست 5 ساعت 5 حلقه انشالله دوام میتیم در ماه سپتامبر زنده باشیم. یعنی همین چیزایی که از من یک کانال عقیده داریم، یک کانال از یک برادر کشد کانال صحبت های عقیدوی ما رو در آنجا جمع کردگی هست، یعنی همش نه 10% شاید جمع کرد 300-400 نوار هست، ولی استفاده برید. عقیده از نماز پیش است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بعد دوم رکنش نماز است. آدمی که حالی کلمه نگردانیده است، حالی به الله تعالی باور نکرده است، به فرشته ها باور نکنه و به نماز یاد داده نمیشد. اول عقیده بعد نماز. بله اخی نه که مثلا ما و شما تاجیک ما مسلمان خیلی نه که یکم ما نماز نخوانده استیم، نه نماز هم خوانید عقیده هم خوانید. ما اول عقیده خوانده شوام 1 سال مثلا بعد نماز میخوانم نگوید، نماز هم خوانید، لیکن مسئله علم به علم عقیده به اول درس خوانید. من همین کتاب 30 دقیقه خوانده میشید. یعنی آدمی عمومی عقل همین قدر از عقیده دانستنش نکار. حالا این کو کتاب 70 صفحه، ها بعضی آدم‌ها عقیده ها نوشتگی ان که 1 صفحه عقل همین عمومی دانستنش نکار گفته 1 صفحه، یا از همه ایمانی مجمل میگفتن آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی، همین قدر عقل دان میگفتن. یعنی ایمان آوردن به الله، به فرشتگانش، به پیغمبرها، به روز قیامت، یعنی یه جمله های کوتاه. این 76 صفحه است، لیکن این 76 صفحه هم در 30 دقیقه خوانده میشید. عقل همین قدر دانستن تان در کار. یعنی برای صاد فهم و گیریتون خانتون اذیت کنیتون. این چونی یک کتاب دیگر داریم 99 نامهای الله تعالی، 99 نامهای بسا زیبای الله تعالی، 99 نام الله تعالی شرح داده هستیم. کوتاه هست البته، لیکن یک آدم میفهمد الله همه شناسید چی نام داره چی صفت داره، چون که در زیر این 99 نام 99 صفت است. گیرید خوانیدن عقیده، عقیده واسطی گوش کنید 27 ساعت، عقیده تهاوی رو گوش کنید،